آگوست 2025 و این قسمت از تئوری توطئه دنباله بر ویدیو قبلی در مورد پروژه ژنوم انسان و نگاه میکنه به پرونده آقای دکتر هی جیانگکوی، خالق اولین انسانهایی که با اصلاح ژنتیکی به دنیا اومدن. نوامبر سال 2018 دانشمند چینی آقای هی اعلام کرد که موفق شده نوزادانی رو که اصلاح ژنتیکی روشون انجام شده به دنیا بیاره. 2 دختر بچه دوقلو که با اسم مستعار نانا و لولو شناخته میشن. ژن‌های این دوقلوها که به روش IVF به دنیا اومدن تو دوران جنینی ادیت شده. البته آقای هی کاملا قصدش خیر بوده و با دست بردن و غیر فعال کردن ژن CCR5 باعث شده که اون بچه ها ناقل ویروس HIV نباشن و در نهایت با بیماری ایدز به دنیا نیان. ماجرا از این قراره که این ژن CCR5 که آقای هی غیر فعال کرده ژنیه که ویروس HIV با کمک اون وارد سلولهای بدن میشه. به معنی دیگه حذف این ژن از ژنوم جنین باعث میشه که اونها در مقابل ایدز مقاوم بشن. آقای هی این پروژه رو برای 8 زوج امتحان کرد و مبنای انتخاب این زوجها هم این بوده که همه پدرها ناقل ویروس HIV بودن. کاری که آقای هی انجام داد نه تنها باعث شد که نوزادهایی که به دنیا میان در مقابل ایدز مقاوم باشن، بلکه باعث شد که نسل‌های بعدی که از این بچه‌ها به دنیا خواهند اومد و DNA اونها رو دارن هم در مقابل این بیماری مقاومت پیدا کنن. این 2 بچه طبق ادعای آقای هی در کمال سلامت به دنیا اومدن. ولی خب خیلی از متخصص‌ها این احتمال رو میدادن که در آینده و با رشد بچه‌ها ممکنه اختلالات یا بیماری‌هایی ظهور پیدا کنه. آقای هی هدفش از این کار رو کمک کردن به خانواده‌های ناقل HIV میدونه و تنها انگیزش رو پیشرفت علم عنوان کرده. اما همه این توضیحات کافی که نبود هیچ، بلکه به طور کلی در تضاد با استانداردها و چارچوب‌های اخلاقی دنیای پزشکی و مهمتر از اون مغایر با باورهای اخلاقی جامعه محافظه‌کار چین دونسته شد و در نهایت آقای هی به جرم انجام روش‌های درمانی غیرقانونی به 3 سال حبس محکوم و راهی زندان شد. اما این ماجرا نه فقط در چین بلکه در سراسر دنیا سر و صدا به پا کرد. برخی‌ها معتقد بودند که این دستکاری ژنتیکی عملاً بیمورد و اضافی بوده، چرا که فقط یکی از این 2 زوج یعنی پدر ویروس ناقل HIV بوده و دکتر هی میتونسته با روش‌های درمانی دیگه از جمله درمان ضد ویروسی طی پروسه IVF از انتقال ویروس HIV جلوگیری بکنه. بعضی دیگه هم معتقد بودن که دستکاری ژنتیکی به خودی خود اشکالی نداره، اما چون علم پزشکی در اون مقطع خیلی پیشرفته نبوده، نوزادها بی‌دلیل وارد این پروسه پرخطر شدن. دسته دیگه هم مخالف بودن چون این پروسه تغییرات بی‌برگشت و دائمی رو روی ژن بچه به وجود میاره و تغییرات رو روی نسل‌های آینده به وجود خواهد آورد که غیر قابل پیش بینیه. و در نهایت میشه گفت که پروژه آقای هی کاملا خودسرانه و مخفیانه بوده و چون نه تحقیقات و نه جزئیات پروسه در اختیار عموم قرار نگرفته، دشمنای زیادی پیدا کرده. آقای هی 3 سال رو پشت میله ها گذرون و بعد از اون دوباره برگشت به آزمایشگاهش تو چین و این بار شروع کرد به تحقیقات روی بیماری‌های ژنتیکی عضلانی. اما جالبه بدونید که ایشون همین امسال سال 2025 به کشور آمریکا مهاجرت کرد و گفته میشه که داره دوباره روی پروژه‌های مرتبط با دستکاری ژنتیکی کار میکنه. البته این بار مطمئناً با تکنولوژی‌های بهتر و تحت نظارت‌های اخلاقی و قانونی شدیدتر. اما اون 2 بچه‌های مید این چاینا، لولو و نانا، تنها بچه‌هایی نبودن که آقای هی به دنیا آورد. ظاهراً یه بچه سومی هم بوده که با همین روش به دنیا اومده، اما به خاطر حفظ حریم شخصی از وضعیت سلامتی هیچ کدوم از این 3 بچه هیچ خبری به بیرون درز نکرده. نتیجه گیری: جدای از نیت و قصد و هدف انجام تغییرات ژنتیکی قبل از تولد، از این ماجرا میشه نتیجه گرفت که علیرغم پیشرفت‌های خیره کننده تو علم ژنتیک، دنیا هنوز برای پذیرش اصلاح ژنتیکی به عنوان یک پروسه درمانی موجه و مرسوم به نتیجه نهایی نرسیده.
پس طبیعیه که تئوریسین های توطئه حالا در این مورد داستان ببافن و منم اگه ماجرای جالبی به گوشم خورد راجع بهش ویدیو خواهم ساخت. ممنونم، به امید دیدار.